بریم برای درست کردن یک کرم کارامل محبوب. اولین کار شکر رو توی تابه میریزیم و با حرارت کم خوب همش میزنیم تا زمانی که باز شه. بعد از اون شیر رو توی پیمانه میریزیم و در 2 مرحله شیر رو به شکر اضافه میکنیم و خوب همش میزنیم. اونقدر همش میزنیم تا این شکلی شه. توی کاسه تخم مرغ هامون رو میشکنیم و خوب هم میزنیم. 1-2 ملعقه از شیر و شکرمون رو به تخم مرغ ها اضافه میکنیم و بعد تخم مرغ رو به بقیه شیر و شکر هامون اضافه میکنیم. خوب همش میزنیم و از صافی ردش میکنیم. بعد از اون توی پیاله هامون و ظرف هامون رو از شیر و شکرمون میریزیم و بعدش میذاریم توی آب جوش و بره برای پخته شدن. حدود 20 دقیقه باید پخته بشه. بعد از اون کرم کارامل محبوب ما آماده است و میتونیم با کمی گردو روش رو تزیین کنیم. نوش جان.